نجاة في عقيدته ويبتغي الفوز في الأخرى برضوانه. بادر إلى الحق قبل الموت متبعا هدي الرسول وما في آي قرآن. هذا طريق الهدى فاعرف حقائقه ونج نفسك من تيه وعصيان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان هست و بهترین سلام درودها و کاملترین سلامها بر سید ما و نبی ما و امام ما مصطفی محمد و بر آل و اصحابش همگی. برادران بیننده، خواهران بیننده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشبختیم از اینکه ارتباط ما با شما در جلسه آینده در برنامه شما راه هدایت ادامه پیدا کرد. این برنامه‌ای که در کانال‌های برهان و صفا و کلمه پخش می شوند و همه برادران و خواهران بیننده رو خیر مقدم می گوییم که در این کانال ها برنامه رو می بینند یا در رسانه های اجتماعی دیگر این برنامه رو مشاهده می کنند. همچنین برای بینندگانمون در کانال کلمه می گویم سلام بر شما، درود به شما. در آغاز دوست دارم که از بینندگان عزیز، برادران و خواهران معذرت خواهی بکنم که جلسه گذشته پخش نشد به خاطر یک مشکل فنی که در استودیو پیش اومد. این جلسه همچنین جلسه ضبط شده است برای اینکه موقعیت مناسب در استودیو برای پخش مستقیم وجود نداشت. قبل از اینکه وارد ادامه دادن موضوعی بشوم که ما در جلسات گذشته به بررسی آن پرداختیم و پژوهش و تحقیق کردیم در این زمینه و اون موضع تشیع مذهبی در برابر صحابه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد، فکر می کنم ضروری و ضرورت دارد و نیاز هست که یادآوری بکنم و اشاره بکنم به یک اشتباه منهجی که ما میبینیم اندک اندک گسترش پیدا میکند و افرادی هم مشغول خلط اوراق هستند برای اینکه این گونه تصور رو ایجاد بکنند که مشتمل بر یک اشتباه منهجی است. این یک اشتباه منهجی در بررسی موضوع سنت، اهل سنت و شیعه است. برخی تلاش می‌کنند که اصالت مدرسه اهل سنت و جماعت را زیر سوال ببرند با این سخن که
مدرسة أهل السنة والجماعة هر یک از مدرسه اهل سنت و جماعت و تشیع مذهبی وجد انعكاسا لواقع انعکاسی از یک واقعیت معین هست لردة فعل یا عکس العملی مشخص و معین هست كل من هاتين المدرستين و هر یکی از این دو مدرسه في عهد متأخر در دورانی متأخر از عصر رسالت پیامبر ایجاد شدند. ولهذا تجد أن البعض به همین خاطر برخی را میبینیم که تلاش میکنند هاتين المدرستين معا تا از هر دوتا مدرسه خودشون رو خلاص بکنند، اگرچه به شکل ظاهری باشد، و بگویند مسلم ليس و اینگونه میگوید که من مسلمانم، نه سنی هستم و نه شیعه هستم، ويحاول من خلال هذا الكلام و با این سخنش تلاش میکند تا این تصور رو ایجاد کند که من التشيع والتسنن هر یک از تشیع و تسنن سواء اینها در برابر در کنار یکدیگر و با هم برابر هستند و در عصری متأخر ایجاد شدند نتيجة لظرف معين و در نتیجه یک موقعیت معین ایجاد شدند أحداث تاريخية یا تدعت حوادثی تاریخی باعث گردید که هر یکی از این دوتا مدرسه ایجاد گردد وهناك من يروج لمثل هذا الطرح و بعضی ها این طرح رو تبلیغ می کنند و رواجش می دهند اسلام بلا مذاهب كما و يسميها تفکر اسلام بدون مذاهب را اونطوری که نام میگذارند گسترش میدهند، أن یا این تفکر رو ارائه میدن که مسلمانان عهد التسنن والتشيع باید به قبل از زمان تشیع و تسنن برگردند الفكرة و این تفکر متاسفانه مردمی این تفکر رو مطرح میکنند که از جهت هویت منتسب به اهل سنت و جماعت هستند، أما الشيعة فهم اما شیعیان لا يرون أصل هذه الفكرة به این تفکر اعتقادی ندارند، يروجون دائما بلکه اونها همیشه للتشيع این گونه در واقع تبلیغ میکنند که تشیع مذهبی لها رسول الله صلى بذری است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خودش اون کاشته الله يرجع يعني التشيع و المذهبي تشیع مذهبی إلى عصر به عصر خود رسالت پیامبر برمیگردند و خود عهد نبوت و زمان نبوت برمیگردند أن يقول و شیعی موافقت نمی کند که بگوید من مسلمانم، نه شیعه هم نه سنی، ولكنه يحاول أن يصطاد اما شیعه میخواهد از آب گلالود ماهی بگیرد الترويج لفكرة و این تفکر رو گسترش بدهد که نه شیعه باشد نه سنی باشد، هذه الفكرة هنگامی که این تفکر از میان اهل سنت برخیزد، يرى في ذلك به خاطر اینکه تشیع بر این باور است که این اندیشه التسنن تسنن رو منهدم میسازد يشجع و كل ما يصدق در نتیجه هر چیزی که باعث از همپوشیدگی دیوار اهل سنت بشود و در میان اهل سنت تزلزل و انتصاب اهل سنت تزلزل ایجاد بکند وربما اینو گسترش میدن ذلك و چه بسا این تفکر كثيرين بر بسیاری ها صدق پیدا میکند، سوية اون کسانی که از اهل سنت دنبال وحدت هستند ببعض ردات الفعل یا کسانی که دچار بعضی از عکس العمل از بعضی از جهت‌های سنی شدند که در میان اهل سنت مطرح می‌شوند ويتخذ على أساس ردة الفعل هذه و بر اساس این عکس العمل مدرسة أهل السنة یک موضعی در برابر مدرسه اهل سنت، در برابر کل مدرسه اهل سنت و جماعت و خود مدرسه می‌گیرد أن يتثبت
بدون اینکه يميز درباره این تحقیق بکند مدرسة أهل السنة و بتواند میان اصالت مدرسه اهل سنت و جماعت نية و نقد ومناقشة امکان نقد و بررسی بعضی اجتهادات و تصورات تفاوت قائل شود. اون تصوراتی که کسانی مطرح میکنند که منسوب و منتسب به این مدرسه هستند. يقتضي التمييز بين الأمرين. پس موضوعیت علمی اقتضاش این است که بین این دو مسئله تفاوت قائل بشیم، اجتهادات اگرچه ما هذه التصورات با بعضی از این اجتهادات و تصورات مخالفیم جهات یا با بعضی از این جهت ها مخالفیم. این بدین معنا نیست که من الانتماء ما از انتساب به مدرسه اهل سنت و جماعت فرار کنیم. أن يبقى موجود انتساب به مدرسه اهل سنت باید باقی بماند المقومات تا زمانی که مبتنی بر پایه های حقیقی است بدون از اینکه متزلزل گردد. لكن البعض اما برخی لا يدرك ذلك این مسئله رو درک نمی کند یا هوا و هوس و انفعالات هذا باعث می شود که چنین تفاوتی قائل نشود، چنین تشخیصی ندهد و به عنوان یک عکس العمل در برابر بعضی از اجتهادات و تصورات يتخذ موقفا باعث می شود که در برابر کل مدرسه اهل سنت یک موضع بگیرد. حقيقة أن اما حقیقت این هست که نظر إلى مدرسة أهل السنة والجماعة نگاهی به مدرسه اهل سنت و جماعت و تشیع مذهبی به صورت یکسان أن كلا من المدرسة و این ادعا که هر یک از این دو مدرسه المتأخر در دوران متأخری از عصر نبوت ایجاد شدند في وجود و المدرسة سبب وجود این دوتا مدرسه معينة یک سری في التاريخ احداث معینی است که در تاریخ اتفاق افتاد مدرستين و هر یکی از این دو مدرسه عکس العملی برای یک واقعه تاریخی و مشخص هست. صحيحة این نگاه صحیح نیست و علمی هم نیست. والمعيار في التمييز بين و معیار برای تشخیص بین اون چیزی که اصلی و متأخر هست، في التمييز بين اون ما هو القاعدة میزان اون چیزی که قاعده هست و استثناء هست و میزان تشخیص اون گروهی که تعبیر صحیحی از اسلام میکنه و بین کسانی که تعبیر صحیح و بیان صحیح از اسلام ندارند، اتساق الأسس والمنهج اون اندازه هماهنگی پایه ها و ومصادر مناهج هست با پایه های مراجع اساسی دین، یعنی قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. التي مدرسه ای که في منهجها در منهجش و در پایه هایش با مفهوم دین اسلام هماهنگی دارد، با آیات بینه در قرآن کریم و دلایل روشن در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، تعتبر این مدرسه اصیل و اصلی شمرده می شود و می تواند بیانی درست از اون مفهوم دینی باشد. حتى إذا حصلت في داخلها حتی اگر در داخلش اجتهاداتی صورت بگیرد که محل بررسی و مناقشه باشد. بعض هذه الاجتهادات در این صورت طرح بعضی از این اجتهادات أقرب إلى الصواب میتونیم اونها رو کنار بگذاریم با اجتهادات دیگری که نزدیک به صواب هستند، تا زمانی که منهج و پایه ها ثوابتی هستند که هماهنگ با قرآن و سنت هستند. أما المدرسة التي لا تتسق اما مدرسه ای که در پایه هایش و منهجش هماهنگی با مفهوم دینی و رسالت اسلام ندارد، لمصدريه الرئيسين با توجه به دو منبع اصلی قرآن و سنت،
چنین مدرسه‌ای أن تكون در هیچ حالی ممکن نیست که بیان صحیح از مفهوم دینی و رسالت اسلام باشد. أن تكون چگونه ممکن است که چنین مدرسه‌ای یک بیان صحیح باشد در حالی که در پایه‌ها و در منهج با مفاهیم دین اسلام در واقع مخالف است و با مفهوم رسالت نبوت مخالف است؟ تعبيرا صحيحا زمانی میتواند بیان صحیح باشد که در پایه‌ها و منهجش با مفاهیم دینی هماهنگ باشد. تصطدم اما وقتی که حتی در پایه‌ها و حتی در مناهج اصلی و حتی در اون راه بزرگ با مضمون اسلام استکاک دارد، چگونه میتواند بیان صحیح از اون مفهوم باشد و چگونه ممکن هست که در واقع بگیم این مفهوم رسالت صحیح است؟ در نتیجه معیار درباره اصالت هر مدرسه‌ای و درباره اینکه تعبیر صحیح از مضمون مفهوم دین و رسالت اسلام باشد، اون این است که پایه‌ها و منهجش با اون مفهوم دینی هماهنگی داشته باشد با توجه به آیات روشن کتاب و دلایل صریح سنت. اعتبار هذا المعيار وقتی ما این معیار رو به نگاه اعتبار نگاه بکنیم، با قطع نظر از نامگذاری ها و اصطلاحات، إذا أتينا إلى مدرسة أهل السنة وقتی ما به مدرسه اهل سنت و جماعت نگاهی بیاندازیم، أن الأسس میبینیم که تقوم عليها پایه هایی که این مدرسه برش استوار هست الرئيس و منهج اصلی و خط اساسی که این مدرسه اهل سنت در پیش میگیرد مستقى تماما به صورت کامل از بیانات قرآن و سنت گرفته شده است و هماهنگ با مفهوم دین اسلام هست، اساس دین اسلام هست. اصطدام هیچ گونه استکاکی تناقض و هیچ گونه تناقضی و هیچ گونه منافاتی و تضاربی میان مفهوم موجود در بیانات کتاب و سنت و بین پایه هایی که برش مدرسه اهل سنت استوار هست وجود ندارد و منهجی که اهل سنت در پیش میگیرند و تطبیقش میدن. إذا نظرنا در حالی که اگر به يقوم عليه پایه های نگاه بکنیم که تشیع مذهبی برش استوار هست، میبینیم که مسئله به صورت کامل متفاوت هست، به خاطر اینکه پایه های رئیسی که تشیع برش استوار هست الذي يختطه التشيع و منهجی که تشیع در پیش گرفتند ولا يتسق مع استکاک پیدا می کند و هماهنگ نیست با مفهوم و رسالت اسلام لا يمكن أن يكون مستقى و ممکن نیست که الكتاب از بیانات قرآن و سنت گرفته شده باشد. وهذا المنهج این پایه ها و این منهج غير موجود في بينات الكتاب والسنة در بیانات قرآن و سنت وجود ندارد، بلکه با دلایل واضح روشن کتاب و سنت تعارض دارد. نستطيع بكل ثقة وجدارة می توانیم با اطمینان و شایستگی بگوییم که مدرسه اهل سنت و جماعت با قطع نظر از نامگذاری یک مدرسه اصیل هست که منتسب به همون مفهوم دینی است که در عصر نبوت وجود داشت و ممکن نیست که ما اینو در واقع انعکاس یک واقعیت تاریخی متأخر از عصر نبوت و رسالت بدونیم. ومنهجها پایه ها و منهج این مدرسه همون پایه های اسلام و منهج اسلام هستند يصرح به که الله عز کتاب الله بهش صراحت دارد و همچنین سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش صراحت دارد. فإذا هذه المدرسة في الأسس در نتیجه این مدرسه در پایه ها و منهج با وحی الهی هماهنگ و با سنت پیامبر هماهنگ است. التشيع المذهبي اما تشیع مذهبی بما أن أسسه از اونجایی که پایه ها و منهجش مع
بينات الكتاب والسنة هماهنگی با دلایل روشن قرآن و سنت ندارد و هماهنگی با دلایل روشن قرآن ندارد مفاهيم التشيع و مفاهیم تشیع مذهبی که پایه های اساسی تشیع مذهبی هستند في كتاب در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وجود ندارند، یافت نمیشوند. لا يمكن در نتیجه ممکن نیست که تشیع مذهبی رو لا يمكن أن يقال ما یک دین بدونیم مذهبي و بگوییم که تشیع مذهبی والرسالة انتساب به دوران رسالت و نبوت دارد، بلکه مفاهیم تشیع مفاهیمی هستند که متأخر از دوران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مطرح شدند أنها جاءت متأخرة و از آنجایی که تشیع متأخر ایجاد شده به خاطر اینکه در ادبیات اسلام وجود ندارد و در دلایل روشن قرآن و سنت وجود ندارد، در نتیجه طبیعی است که بگوییم تشیع مذهبی یک عکس العمل و انعکاس و موقعیتی است که در دوران متأخر از عصر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایجاد شده و بنابر این شرح و توضیحی که ارائه دادیم المنهجي اون خطای منهجی آشکار می شود که اسلامی وجود داره، نه شیعه هست نه سنی. برای اینکه إلى الإسلام اگر شما فلا بد توجه به اسلام بکنید بالأسس لازم است که به اون پایه های ایمان بیارید که اسلام برشون استوار هست المنهج و باید منهجی رو انتخاب بکنید که اسلام ایجاد کرده، الله که قرآن کریم و سنت صحیح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده. بهذه الأسس وقتی شما این پایه ها رو در پیش بگیرید و بگیرید شما سنی هستید، برای اینکه قوموا عليها پایه هایی که مدرسه اهل سنت برش استوار هست همون پایه هایی هستند که اسلام برش مبتنی هست المنهج الذي تختط و منهجی که مدرسه اهل سنت در پیش گرفته همان منهجی است که اسلام اونو در پیش گرفته و کتاب الله و سنت رسول الله بیان کردند. فالإيمان طبعا الإيمان بالتوحيد هذا شيء پس ایمان به توحید و نبوت چیز اساسی است به طور طبیعی. أساسي. الإيمان ایمان بالأنبياء والرسل ایمان به انبیا و رسول و کتابها چیز اساسی است. بالمعاد هذا شيء ایمان به معاد امر اساسی است. بأركان الإسلام من الصلاة ایمان به ارکان اسلام، نماز، روزه، حج، زکات، اینا چیزهای اساسی هستند. اما هذا هو الخط العام این اون خط عمومی است. منهج الإسلام اما منهج اسلام الذي لا بد أن يسير المسلم في ضوئه که مسلمان باید در روشنایی آن حرکت بکند متکی بر التغيير والتحريف پاکی قرآن از تغییر و تحریف در تمام سطوح است، یعنی نه کم شده نه زیاد شده، نه در کلمات آیات تغییری ایجاد شده و نه تغییری در ترتیب آیات ایجاد شده. بكلماته قرآن وآياته با کلماتش و آیاتش و ترتیب آیاتش همین قرآنی هست و هیچ تغییری درش ایجاد نشده و این در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه بوده است مصدر و این منبع اساسی قطعی است و متواتر هست لا شبهة که هیچ شبهه‌ای درش وجود ندارد و هیچ شک و تردید درش وجود ندارد يرجع إليه و في كل زمان در تمام زمانها و مکانها به عنوان مرجع و مصدر اساسی شناخته می شود، لأنه هو النص برای اینکه اون نص صحیحی است که باید بهش چنگ زد. بخاتمية النبوة ایمان به خاتمیت نبوت النبوة قد و اینکه نبوت با وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قطع گردید النبوة هو انقطاع و قطع نبوت به معنی قطع تشریع دوم هست و اینی که وحی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد و اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم كامل الرسالة رسالت اسلام را به صورت کامل برای مردم تبلیغ کرده
و هیچ چیزی از رسالت و سنتش را نزد کسی نگذاشته أحدا دون الناس ببلاغ و هیچ کسی رو مختص بیان چیزی از رسالت نکرده که دیگران رو محروم بکنه و سنتش رو پنهان نکرده از دیگران. این یک چیز اساسی است. الإمامة المنصوصة نفی امامت منصوص، چه امامت دینی باشد که امتداد اونها ادعا میکنند که مصدر التشريع ادامه نبوت هست به عنوان یک منبع تشریع و قانونگذاری، هناك ملك و این در واقع فرشتگانی وجود دارد که این امامان رو تثبیت میکند و نوعی وحی به اونها میآید و الهام. نفی اسمت از غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم، النص نفی نص در مورد امامت سیاسی هم همچنین، بجلالة اعتقاد به صحابة النبي صلى بزرگواری صحابه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و جایگاه اونها لسنة النبي که اونها پیرو سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند تؤخذ هذه السنة و از سنت از اونها گرفته می شود و اونها طبقه اول در تواتر قرآن کریم هستند. أمهات المؤمنين الإيمان بشرعية الخلافة الراشدة و ایمان به شرعیت خلافت خلفای راشدین، این اون منهجی است که منهج اسلام هست المستقى من بينات که گرفته شده از دلایل روشن قرآن و از سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سنت صحیح پیامبر گرفته شده است هو منهج مدرسة أهل و این منهج مدرسه اهل سنت و جماعت هست. التزم المسلم وقتی که مسلمان منهج به این منهج ملتزم باشد، يقول پس صحیح نیست که بگوید من مسلمانم، نه سنی و نه شیعه. هو غير شيعي لكن بله او شیعه نیست، اما اون مسلمان سنی است. مدرسة برای اینکه مضمون مدرسه اهل سنت و جماعت همون مضمون اسلام و دینی است که گرفته شده از دلایل روشن کتاب و سنت گرفته شده و چیز دیگر نیست. اما در جزئیات، اجتهاد در جزئیات من الأسس امری است که يقوم عليها از این پایه های گرفته می شود که اسلام بر اونها مبتنی است. الاجتهاد طبقا لضوابطه پس فتح باب اجتهاد بر اساس ضوابط و شروط، این اون چیزی که اسلام در زمان پیامبر پایه‌گذاری کرده أصله رسول الله و چیزی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او رو در واقع محکم کرده و صحابه بر این روش حرکت کردند رضوان الله علیهم اجمعین. في التفاصيل اجتهاد در جزئیات همچنین خارج از مضمون دینی و رسالت اسلام نیست عن المنهج و همچنین خارج از منهج و خط اصولی که اسلام در پیش گرفته نیست، تا زمانی که این اجتهاد با ثوابت استکاک پیدا نمیکنه، با پایه های اساسی که ثوابت اسلام هستند استکاک پیدا نمی کند که ما ذکر کردیم. لكن التشيع المذهبي اما تشیع مذهبی على الإمامة مبتنی بر امامت دینی منصوص هست أنه که بدین معناست که تشريعي یک مصدر تشریع بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دارد، قوله وفعله به گونه‌ای که قول و فعل و تقریرش مانند قول و فعل و تقریر پیامبر هست، يقوم على ضرورة و اون مذهبی که مبتنی بر ضرورت نص در مورد امامت سیاسی است و میگویند شرعیت امامت سیاسی باید مستند به نص باشد، نه مستند به امت و اراده امت و رأی امت باشد. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم این اعتقاد که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چیزی از سنت و رسالتش را نزد دیگران گذاشته و اونها رو مخصوص به این سخنان قرار داده و با آنها گذاشته تا بعد از بر اساس مقتضیات و مصالح تبلیغ بکند. أن الرجوع إلى كتاب اعتقاد به این که رجوع به قرآن کریم در این مراحل هو استثنائي استثنایی است، أن كتاب الله به این معنی که کتاب خدا اونگونه که نازل شده نزد امام غائب هست الذي بين أيدينا و این قرآنی که در میان ما وجود دارد اونها مدعی هستند که كامل النص بیان نص کامل و صحیح نیست، شيء قد
بلکه چیزهای اتفاق افتاده و الان ما بهش مراجعه میکنیم به عنوان یک استثناء که علمای اصول فقه ازش به عنوان چیز ثانوی یاد میکنند. حتی میگویند بخوانید اونگونه که یاد داده شده اید تا اینکه بیاید کسی به شما یاد بدهد. این پایه ها و این منهج اساساً مغایر با مضمون دین و رسالت اسلام هست و مغایر با دلایل روشن کتاب و سنت صحیح پیامبر می باشد و حتی با برهانهای عقلی هم و دلایل عقلی مغایرت دارد. در نتیجه به این نتیجه می رسیم که تلاش درباره زیر سوال بردن اصالت مذهب اهل سنت و جماعت و اینکه این مدرسه متأخر از دوران رسالت هست و انعکاس یک واقعه تاریخی معین هست، این کاملا غیر صحیح است. حتی نامگذاری اشاره دارد که این نامگذاری در زمان پیامبر وجود داشت و در زمان خلفای راشدین هم وجود داشت. قبل از اینکه ادعا بشود که مدرسه اهل سنت ایجاد شده است، ما گفتیم که مدرسه اهل سنت و جماعت انعکاس یک واقعه تاریخی معین نیست. اگر فرض بگیریم که این نامگذاری در دوران متأخری صورت گرفته، اما اصالت با نامگذاری ارتباط ندارد به اون اندازه‌ای که با مفهوم و مضمون ارتباط دارد. وقتی که این مضمون و این پایه ها و این منهج همون خود مضمون اسلام و مضمون پایه هایی هستند که اسلام برش استوار است و همون منهجی است که اسلام بیان کرده و مسلمان باید در پیش بگیرد، و تا زمانی که این پایه ها و این منهج مستند گرفته شده از قرآن و سنت نبی صحیح است و این معیار وقتی که متحقق شد در مدرسه اهل سنت و جماعت، این معیار متحقق می‌گردد. پس مسلمانی که به مفهوم دینی و رسالت اسلام ملتزم هست و اونی که اساسش دلایل روشن کتاب و سنت هستند، ممکن نیست که مسلمان سنی باشه کسی که این راه رو کنار بگذارد. به همین خاطر این باوری که میخواهند تبلیغ بکنند اسلام بدون مذاهب یا مسلمان نه شیعه نه سنی، این سخن در واقع شامل خطای منهجی است و دلیل نوعی بر جهل و نادانی به مفاهیم و واقعیت هست، اون واقعیت حقیقی که مدرسه اهل سنت برش استوار هست. پس وقتی که این موضوع روشن شد، میاییم و سخنی را که در جلسات گذشته ما مطرح کردیم کاملش کنیم. ما آغاز کردیم که موضوعی رو که آغاز کردیم و اون موضوع تشیع مذهبی در برابر صحابه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، و ما در جلسات گذشته اموری رو ذکر کردیم، در واقع دلایل اهل سنت رو درش ذکر کردیم که چرا اهل سنت صحابه رو بزرگداشت می‌دارن، چرا صحابه پیامبر رو بد و بیراه نمیگن، و همچنین گفتیم که اون گرایش دشمنی که در میان تشیع مذهبی در برابر صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد و همچنین نمونه‌هایی رو به عنوان پدیده و نتیجه این گرایش دشمنی ذکر کردیم و در بعضی از این قرینه ها و اشارات با تفصیل صحبت کردیم و همچنین نکاتی رو ذکر کردیم که
صاحب نظران تشیع مذهبی درش سقوط کردند و بر واقعیت شیعی و از تربیت شیعی و منتسبین به تشیع مذهبی ایجاد شده است. گفتیم که بعضی از این مواردی رو که ذکر کردیم عبارتند از یک دوگانگی در نگرش. در جلسه گذشته مثالهایی رو ذکر کردیم که چگونه شیعه به این دوگانگی مبتلا شدند، در حالی که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حق اونها زبان درازی میکنند و صحابه پیامبر رو زیر سوال میبرند و به بعضی از قضایا و احداث از یک زاویه منفی نگاه میکنند و هیچ گونه در واقع جهت ایجابی درش میبینند، اما در مورد اختلافی که بین خودشون ایجاد میشود و در میان رئیسان دینی و دنیویشون ایجاد میشود میبینیم که اونها این راه رو در پیش نمیگیرن، بلکه میگویند که همه اجتهاد کردند و نگاه اینگونه هست که اون شخصی عادلی است و عدالت در اینها مختل، همه اینها مختل نمی شود و اینگونه می بینیم که نگاه دوگانگی داریم، نگاه به کسانی که بسیار پایینتر از صحابه هستند، حتی قابل مقایسه با صحابه نیستند. شیعه نزد اینها، این شیعه به اینها یک نگاه مختلف دارد از اون نگاهی که به صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارند. همچنین یکی از نکات دیگر در این زمینه این است که روایت رو بر درایت مقدم میدونند. اونها همیشه روایاتی رو میگیرند که در کتب تاریخ وجود دارد، همونطوری که صاحبان نظر و تخصص تاریخی میدونند که تاریخ مشتمل بر بسیاری از نقل‌های ضعیف، متعارض و متناقض هست و اینکه یک بحث علمی از استخراج بکنیم باید با نصوص تاریخی رو خوب بررسی بکنیم و این نصوص تشخیص بدیم بین اون نصی که ضعیف هست، وارد شده، ساختگی است، دخیل هست و اون چیزی که تحریف شده و اون چیزی که درست هست، و همچنین بین نصوص تاریخی و در کیفیت نقل احداث و در زیادات و نواقصی که وجود داره بررسی بکنیم. اما اینکه یک کتاب تاریخی باز بشه و هرچه درش هست خونده بشه، روایاتی که درش خونده بشه و بر این روایات تکیه بشه بدون از یک بررسی دقیق با در واقع ابزار دقیق علمی، این امر صحیح نیست. ما یک چیزی داریم به نام درایت در کنار روایت. وقتی درایت یعنی اون چیزی که ثابت و معلوم هست، روایت یک نقل هست و چه بسا این نقل غالبا ظنی باشد، حتی درجهش پایینتر از درجه اطمینان هست. لازم هست که ما درایت رو مورد توجه قرار بدیم. یعنی وقتی که ما تشیع مذهبی میخواهند در ام المؤمنین سیده عایشه رضی الله عنها را زیر سوال ببرند و هنگامی که میخواهند اینگونه به تصویر بکشند که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با عایشه ازدواج نکرد مگر برای یک سری مصالح عمومی، بدون از اینکه رغبت و حقیقی در این ازدواج داشته باشد، یا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصلا احساسات یک شوهر در برابر این زن رو از دوستی و مودت و میل قلبی نداشت. این سخن
طوباوي یک غوغا هست. ليس فقط لا يمكن أن يستند إلى ممکن نیست که به یک مرجع و دلیل صحیح برگردد، بلکه با درایت در تعارض هست و اون چیزی که ثابت هست تعارض دارد. أتينا إلى سورة التحريم مثلا اگر ما مثلا نگاهی به سوره تحریم در قرآن کریم بیاندازیم، میبینیم که هذه أن الله سبحانه وتعالى الله متعال يعاتب نبيه هنگامی که پیامبرش صلی الله علیه وسلم رو سرزنش میکند و میگوید ای پیامبر چرا اون چیزی که خداوند برای تو حلال کرده حرام میکنید، این عتابی است که به پیامبر متوجه پیامبر گردید في شيء تركه در چیزی که حلال رو که پیامبر ترک کرد. یک چیز حلال رو پیامبر ترک کرد في ترك ذلك الشيء و خداوند به خاطر این چیز حلال او رو سرزنش کرد. خداوند میگوید شما به دنبال خوشنودی همسرانت هستید. اینجا قرآن حقیقت میل پیامبر و محبت پیامبر رو و مودت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو نسبت به همسرانش به اثبات میرساند. إنما جاء في قضية این سخن طرف الأساس در مورد قضیه اتفاق افتاد که طرف اساسی درش عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهما هستند. تبتغي مرضات وقتی خداوند میگه توی پیامبر به دنبال خوشنودی همسرانت هستی، یعنی به دنبال خوشنودی حفصه و عایشه هستید. القرآن يقرر أن النبي قرآن بیان میکند که پیامبر حلال رو ترک کرد به خاطر رضایت و خوشنودی عایشه. پس چگونه ما میتونیم به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بگیم که ایشون ام المؤمنین عایشه رو دوست نداشت؟ هذا مع چگونه این سخن با اون سخن هماهنگ در میاد، أن يتبع درست در میاد؟ ما يروج چگونه ممکن است اون چیزی که صاحب نظران تشیع مذهبی درباره موضع پیامبر اکرم در برابر عایشه رضی الله عنها رواج میدن و تبلیغ میکنن، با وجود اینکه معلوم و ثابت هست که هیچ گونه جای بحث و جدل ندارد که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که در بیماری اخیرش در واقع بیمار شد، از همسرانش خواست که شبهای خودشون رو با عایشه هدیه بدهند، به خاطر اینکه ایشون میخواست که در خانه عایشه پرستاری بشود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خانه عایشه وفات نمود. ألا يطرح الشيعي آیا شیعه این سوال عقلی رو مطرح نمیکنه قبل از اینکه هر موضعی بگیرد؟ آیا فکر نمیکند که بگوید این پیامبر که مؤید با وحی آسمانی است، له إذا كان المؤمن العادي ينظر اگر مؤمن عادی به نور الهی نگاه میکند و در حدیث اومده که از فراست مؤمن بترسید به خاطر اینکه مؤمن با نور الهی مینگرد، اگر این مطلب در مورد مؤمن عادی صدق میکند، پس تفکر شما درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم چیست که ایشون سید خلق است وأقربهم إلى رب و مقرب ترین فرد به پروردگار جهانیان هست؟ چگونه ممکن هست که شیعی عقلش رو يمكن أن يختار النبي که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم أن يمرض ويموت پیامبر انتخاب میکند که پرستاری بشود و در خانه زنی بمیرد که شیعه میگوید که پیامبر بهش گرایش ندارد، میلی ندارد و پیامبر معتقد است که بعد از او امت رو دچار فتنه میکند و پیامبر خانهش را خانه شیطان میگوید؟ چگونه این سخنان با هم جور در میان؟ و اگر یک شیعه از خودش این سوال رو بپرسد که اگر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم انتخاب کرد که در خانه دخترش بموند و در خانه دخترش بمیرد و در خانه علی بمیرد، كثير من وقائع التاريخ آیا بسیاری از وقایع تاریخ تغییر نمی کرد؟ أن يحصل تغير في ممکن بود که موضع به طور کلی تغییر بکند و پیامبر در جای دیگر دفن شود. في بيت عائشة رضي الله عنها. اینی که پیامبر در خانه عایشه دفن شود، عز وجل این معناش این هست که الله متعال برای پیامبرش این مکان رو انتخاب کرده که درش دفن شود و پیامبر این مکان رو و خدا برایش انتخاب کرده که در این مکان پرستاری شود و آخرین قسمت زندگی پیامبر در این مکان باشد. این درایت، چگونه این واقعیت و درایت رو کنار بگذاریم و به روایاتی برویم که اگر سندش صحیح باشد
واجب است که اونها رو کنار بگذاریم با این چیزی که در واقعیت ثابت داره. چگونه و اون روایات در واقع در حالی که سند صحیح هم ندارند؟ آیا ما به قرآنی بگیریم که خداوند به پیامبرش میگوید توی پیامبر به دنبال خوشنودی همسرانت هستید، شما به دنبال خوشنودی عایشه و حفصه هستید. قرآن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه میگوید. این نص قرآنی رو ما رها کنیم و به روایات ساختگی بپردازیم و ترک بکنیم اون درایت رو که بیان از واقعیت حقیقی دارد تا اینکه به روایات ساختگی چنگ بزنیم. شیعه باید عقلش رو از عقلش کمک بگیرد قبل از اینکه به دنبال تربیت شیعی با اون چیزی که صاحبان عمامه میگویند، اون چیزی که مراجع به اونها میگویند و ذهنهای شیعه رو با تعویلهای خارج از سیاق واقع پر میکنن و از خارج از مقتضای تفکر صحیح دور میکنن و از منطق درست دور میکنن. نگاه به امور به یک نگاه تحمیلی که تصورات معینی برش تحمیل شود، باید امور را اونطوری که هستند نگاه بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سید عقلاست، کامل هست، صاحب اراده کامل هست، مؤید به وحی الهی است، فرشتگان آسمان او را همراهی میکنند. آیا قرآن نیست که میگوید که اگر علیهش تظاهرات کردن خدا و جبریل و صالح و مؤمنین کفایتش میکنن؟ چگونه پیامبر رو این گونه به تصویر بکشیم که شخصیت ضعیفی است و مصالح مشخصی رو رعایت میکند بر مصلحت عمومی ترجیحش میدهد و اون مسائلی که نجات امت و ضلالت به اونها بستگی دارد؟ خود این نبی انتخاب میکند که در خانه عایشه پرستاری شود. همین نبی هست که خداوند برایش انتخاب میکند که در خانه عایشه بمیرد و در خانه عایشه دفن شود. پس چگونه میتوانیم بگوییم که ببین روایات سوس که رو بگیریم و این درایت و واقعیت رو ترک بکنیم؟ تقدیم روایت بر درایت خودش یک خطای منهجی بزرگ هست و انسان رو در انحراف فکری و موزه‌گیری باطل میاندازد که با حقیقت هیچ گونه ارتباطی ندارند. موزه‌گیری هایی که خارج از چارچوب شریعت و خارج تفکر صحیح هستند. و این سخن ما ادامه خواهد داشت در جلسه آینده ان شاء الله تعالی. حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان هست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا من يريد نجاة في عقيدته ويبتغي الفوز في الأخرى برضوانه، بادر إلى الحق